بچه آخه مصاحبه نوه شده. چی شده؟ جدی میگی؟ نوه دار شده. شما که ازدواج کرده بودی؟ شوهر داری؟ نه. خالی چی؟ تو زن داری؟ نه بابا زنمون کجا بود؟ نامزد داری؟ رفتم سربازی برگشتم حامله بود. پس چی داری؟ هیچی جز یه ننه و یه خونه گرایی. مرغ فرنی. آفرین. خودت چی میخوری؟ من؟ آره. تو دخت دیگه. چی؟ تو دخت. فدات شم این بیاد بیرون کی میخواد اینا رو بگیره؟ من میگیرم اینو نفسم اینو فدات بشم. نمیتونی ماما، نه این نوگ میزنه. ولی توی این خونه یا جای منه یا جای این خر. من خر نیستم. خواهر من، هموطن من، برادر من، عزیز من، بی ناموس. پاپای؟ مثلا پاپای؟ نه پاپای. پاپای. آقا خواهش میکنم ما اومدیم اینجا فقط. شما ساکت باش، صدا در نیاد. بپوشون اون شراره آیا آتش ره. بپوشون بیا جلوتر. شما با من رفاقت نداری؟ چرا رفاقتی دارم با شما؟ خب پس من بگم دیگه اینجا شما رو راه ندن؟ جایزه نگوی نه یه من اومدن آوردی بیرون بدسته. چجوری رفته بودی تو دلم مگه؟ خدا بودی دیگه. خیلی من. السلام علیکم. و علیکم سلام. السلام علیکم. و علیکم سلام. یخ؟ آره بابا یخ. مگه شما چی میگین؟ ما میگیم یخ. مگه شما چی میگین؟ ما میگیم یخ دیگه. یخ. آره دیگه یخ. باحاله یه بار دیگه چه حرفایی بده؟ از خبته. خب دومیش بیشو بده. دیگه کشکش بده. چه غذایی بیشتر دوست دارید؟ غذا گوشت. شما تا حالا پیتزا خوردی؟ بله. میگه پیتزا خوردید حالا؟ پیفو. میدونی یه حس خوبه اولین صبح دلانگیز زندگی مشترکمونو دارم. دردم داره؟ خواهر لخت من عکس بگیری. بیشور. بی تربیت.